د لوی او بخونکي پاک الله په سپېڅلي نامه عزتمندو افغانانو او زړه ته رانږدې ځوانانو د افغانستان شریفو خلکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله د روغ جوړ او د ژوند په ټولو چارو کې سرلوړي او بریالي اوسئ. نن غواړم د فرصت نه په استفادې سره د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړوند له تاسو سره وغږیږم. که چېرته تاسو هم د اوس د فیسبوک لاین زموږ خپرونه ګورئ نو هیله او آرزو مې دا ده چې دغه فیسبوک پاڼه خپل شیر کړئ تر څو نور ملګري او دوستان هم خبر شي او له موږ سره خپل نظریات شریک کړي. د ځینو تحقیقاتو له مخې نن زه لاړم یو کتابخانې ته. یو کتاب مې پیدا کړ چې هغه انګلیسانو هم لیکلی وه. د بچې سقو په مورد باندې لیکلی و چې دا یو مطلق بې سواد انسان و. په هغه کتاب کې د میرکل په نوم یادیږي او همدارنګه په هغه کې لیکلي و چې دا یو خر درلود پارک کې ریاست جمهوري کې او پارک کې ټول د ده مونځ زده نه وه. سلام خدمت شما شمی صاحب، سلام خدمت تمام دوستا. د پارک یو خر درلود او 14 ساعته په خر باندې به سپور و. د به تشناب ته نه تله د حبیب الله کلکاني. البته په دې کتاب کې لیکل شوي، زه دغه تازه معلومات له تاسو سره شریکوم چې د انګلیسانو لیکلي وه او انګلیسانو په خپل کتاب کې لیکلي وه چې موږ په افغانستان کې داسې یو خر پیدا کړ چې موږ وکولی شو د افغانستان هر څه له منځه یوسو. یعنې انګلیسانو په افغانانو باندې ملنډې وهلي دي، رشخندې والی ویلي چې په افغانانو کې ما یو خر پیدا کړ چې ده خر 14 ساعته نور خر یې درلود، خرونو باندې استفاده کړو. مطلق بې سواد انسان و. د ملا اعتمادي صاحب سلام بر شما. د ملا عصمت الله په هغه وخت کې د چا ورنه پوښتنه کړې وه حبیب الله کلکاني که امت کیست ورته ویلي که ما امت مردم هستم. مونځ او داسې هیڅ نه و زده او نن چې هغه کسان دته د سلام تاسو ته ترخیل صاحب، نن چې هغه کسان دته خادم دین رسول الله وایي، زه فکر کوم هغوی هم د دین نه دي خبر، هغوی هم د حقیقي اسلام نه دي خبر چې حقیقي اسلام کې څومره ښکلی دین دی د انسانیت، د شرافت، د پرمختګ، د انسانانو د اوساینې، د افغانستان د پرمختګ، د نړۍ د پرمختګ دین مقدس اسلام دین دی. متاسفانه چې داسې یو جاهل ته خادم دین رسول الله ویل کېږي چې حتی نړۍ څه کوي چې هر افغان هر انسان پرې ریشخند وهي. خو متاسفانه داسې کړۍ اوس هم وجود لري چې دوی د دغه جاهل انسان قبر ته ورځي او هلته ګلونه ږدي. خیر، تاریخ نن دا ډېر ښه ښکار شو چې دا په ډېر بېشرمانه ذلیلانه توګه خاوره ته سپارل کېږي. تاسو ولیدل چې اول ته چا خاوره ته نه پرېښودله، ځکه وایي خلکو ویل چې دا یو غل دی، غل باید په دغه مقبره کې نه. خو په هر صورت بالاخره په څه ذلیلانه توګه دا خاوره ته سپارل کېږي. د افغانستان خلکو ته ټول معلوم شول چې دا څنګه یو ذلیل انسان و، دا څنګه یو نجس انسان و چې حتی مځکه هم ده نه قبلوله. خو په هر صورت ارمان صاحب زما سلامونه هم ومنه. زه غواړم د نورو دوستانو سره هم دغه موضوع شریک کړم چې د انګلستان په یو کتابخانه کې هم ما یو کتاب پیدا کړی دی چې په هغه کې لیکلي و چې انګلیسانو په خپله لیکلي و چې موږ په افغانستان کې لوی خر پیدا کړ او په لوی خر په ده باندې هم 9 میاشتې حکومت وکړو. د افغانستان هر څه هم له منځه ویوړلې، د افغانستان اساسي قانون هم له منځه ویوړله، د افغانستان د پرمختګ مخه مو نیوله، د افغانستان اساسي قانون مو له منځه ویوړله، بلکې موږ یو خر قدرت ته رسولی و. د انګلیسانو په دغه کتاب کې لیکل شوی دی. متاسفانه زه هغو کسانو ته زه نن ډېر تعصف کوم، ډېر متاسف یم ورته چې دوی ځان د هیواد مشران بولي، سیاسي څېرې بولي، مدني ټولنې استازي بولي، د سیاسي احزابو مبارزین ځال بولي، خو بیا هم یو جاهل ته ورځي، یو داسې انسان ته ورځي چې د افغانستان تاریخ یې شرمولی دی. دا په دې معنی چې پښتون قوم ټول راجګ شي او لاړ شي د رئیس خدایداد قبر ته. متاسف یم چې دا کار پښتانه به هېڅکله ونه کړي، هېڅ افغان به یې ونه کړي. زموږ بحث د قومونو په پرتله نه ده، د انسانیت په پرتله ده. به هر صورت بیننده‌های عزیز، سلام احترام یک بار دیگه بر شما. اگر اکنون آنلاین هستین شما میتونین فیسبوک ما را، فیسبوک برنامه فیسبوک لایف ما را ببینین و همچنان میتونین این برنامه را شیر کنیم. من امروز با استفاده از فرصت رفتم یک کتابخانه که اونجا کتابای انگلیسی هم بود پیدا کردم. چندین موارد را که من امروز افسر فیسبوک خود هم نوشته کردیم، مختصر معرفی مختصر بچه سقو
اعتمادی صاحب، ولید اعتمادی صاحب، نام کتاب دمو چی نوشته شده. شما میتونین در گوگل هم سرچ کنین، در سر فیسبوک هم مقاله که ما نشر کردیم در موجه نام کتاب نوشته کردیم. بله این کتاب موجود است و این کتاب شما میتونین بخونین. انگلیس ها خودشان نوشته کردن که ما در افغانستان یک خر پیدا کردیم و توسط یک خر نوم حکومت کردیم و عنوان دادن که این خر 17 ساعت روز خرسواری میکرد. متاسف هستم امروز با جهالت کسایی که دیجا بله هاشمی صاحب، به خاطر یه چقل هیچ منطقی قبول نمیکنه که ما به خاطر یک مرده انسان ها را بکشیم و عقده‌مندانه برخورد بکنیم. این شرم تاریخ بود برای مردم افغانستان، برای هر کسی که امروز خبرهای افغانستان هم مشنوند، جهان مشنوند، انگلیسا، اروپایا، امریکایا، استرالیا. هنوز هم ما فرهنگ تفنگ، فرهنگ زور، فرهنگ بربریت، فرهنگ زورگویی در کشور ما حاکم است. شما دیدین که با سالا و مهمات برآمده. متاسفانه وکیل پارلمان کلیپ ویدیویی شما با بالای فیسبوک نشر کردیم. آقای منصور حفیظ منصور میگه که ما با کلتان گفته بودم که چرا شما که سلا و مهمات نبرآمدین، چرا خالی سلا آمدین. متاسف هستم که یک وکیل پارلمان چنین سخنرانی میکنه. متاسف هستم بهتر وکیلایی که مردم به سلا تشویق میکنن، بجای از اینکه جوانا را میگفت که جوانا عزیز برین در صفوف اردوی ملی، در پلیس ملی، برین از تمامیت ارضی حاکمیت ملی افغانستان دفاع کنین. امروز پاکستان، ایران در داخل افغانستان جاسوسای خود تربیت کردن، اونا در مناطق مختلف بالای مردم افغانستان ظلم دارن، حمله کردن. برین در مقابل از اونا استاچن. متاسفانه به خاطر دفن کردن یکی خب بر صورت غلامیشان عزیز، امیدوار هستم که خودت روی حقایق زندگی تا بسازی. از اینکه من متاسف هستم با بزرگای شما، با کسایی که شما اونا را رهبران و سروران مقاومت اینا میخوانین، اونا شما را هم در چای تاریکی دفن کرده، عقلایتان دفن کرده، فکرایتان دفن کرده و دفنتان میکنه. متاسف هستم، امیدوار هستم حرفای مرا بشنوید. در این که خدای نخواسته من توهین بکنم شما را و شما بازو طریق مرا این فایده نداره. بر صورت فرید جان تشکر از خودت در چی که نوشته میکنی. ما نمیتونیم به خودت هم دشنام بتیم از این طریق، چون برنامه ما لایف هست، تمام مردم افغانستان میبینه و خوب از کامنت های شما را میبینه. کسایی که پیروان دزدای بزرگ هستند، پیروان قاتلین مردم افغانستان هستند، پیروان جهالت هستند، طرز تفکرشان، اخلاقشان برای مردم افغانستان معلوم است که از چگونه اخلاق اجتماعی برخوردار هستند، از چگونه اخلاق فرهنگی است، اخلاق سیاسی برخوردار هستند. تمام موضوعات جهان و افغانستان میبینه. ما امروز شکر میکشیم، الحمدلله خوب شد که همه قدر درس خواندیم، تحصیل کردیم، از شخصیت هر انسان شناخت داریم و در مراسم هم چه اشخاص اصلا اشتراک نمی کنیم. اصلا غرور ما، غیرت ما اجازه را نمیته، دانش ما اجازه را نمیته. چون حال عصر غیرت نیست، عصر دانش است، عصر فهم است، تعقل است. متاسف هستم به کسایی که هنوزم فکر میکنن که با برآمدن سلاح و مهمات در کوچه و بازار زورنمایی کرده میتونن یک کس را دفن میکنن که انگلیس ها خودشان در کتاب خود نوشته کردن که ما خر به قدرت رسیدیم در افغانستان. متاسف هستم با همچو اشخاص، متاسف هستم با همچو افراد اشخاصی که از اینا. بله برادر عزیز، تشکر یوسفزای صاحب بزرگوار از همه شما. بر صورت ما امیدوار هستم که دوست ما با دوست دیگه ما توهین نکنه. شما میتونید سوالات منطقی بکنید. هاشمی صاحب بزرگوار، سوالات منطقی شما را انشالله جواب خواهد دادم. کسایی که دشنام میته ما هیچ وقت بر از اونا دوباره از این طریق نمیتونم چیز بگویم و حتی مسیج پرایوت هم برشان روان نمیکنم به خاطر که اخلاق ما ایجاب نمیکنه. ما پیروان مکتب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم. اخلاق از او، سجایایش، کردارش، رفتارش همی بود. هر کس که در مقابلش بدی میکرد، دشنام میداد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بسیار نیکی برش پاسخ میداد و بسیار خوبی برش پاسخ میداد. عالم جهان،
نور بشریت حضرت محمد مصطفی بود و ما پیرو راه محمد مصطفی هستیم و قهرمان کشور خود غازی امان الله خان می دانیم که هر افغان بالای غازی امان الله خان افتخار میکنه. کسی که مکتب ساخت، کسی که دروازه تعلیم آباد کرد، کسی که فابریکا را ایجاد کرد، کسی که قانون ساخت تا ما به در چوکات قانون حرکت بکنیم، یعنی از زندگی بربریت برایم و زندگی مدرن داخل شویم. متاسفانه بجایی که یک تعداد کسایی که خود جمعیتی فکر میکنن، ما مردم مربوط بر تمام افغانستان خود فکر میکنیم و تمام مردم افغانستان احترام داریم. اینا بجایی که از غازی امان الله خان یاد میکردن، می آمدن روز استقلال افغانستان را تجلیل میکردن، در کنار اکثریت مردم افغانستان می بودن و میگفتن که امان الله خان اینی کارکردهای مثبت را در افغانستان کرد، اینه قدر مکتب جور کرد، اینه قدر مدرسه جور کرد، قانون اساسی افغانستان ساخت، پارلمان ساخت، سرک ساخت، فابریکه ساخت. می آمدن از اون افتان آمدن یک شخصیت بی سواد یا کسی که انگلیسا خودش در کتاب خود نوشته کرده بود که ما را خر ساختیم، از یک انسان حمایت میکنن. واقعا عمق جهالتشان نشان میده. ایرا نشان میده که هنوز هم اینا جاهل هستند، هنوز هم اینا کسایی نشدن که با بسته کردن دریشی و نکتایی ما بگوییم اینا عالم هستند، دانشمند هستند. متاسفانه هنوز هم در جهالت غرق هستند. امیدوار هستم متوجه موضوعات شوند. تشکر به ذات عزیز، هر چیزی که نوشته کردی. ما با هیچ قوم توهین نمی کنیم، تمام اقوام افغانستان احترام داریم، هزاره، پشتون، ازبک، تاجک، همش احترام داریم، همش قلب ماست، همش روح ماست. ما یک افغان هستیم، از یک افغانستان هستیم. متاسفانه یک تعداد از گروه اقلیت، گروه فاسد، گروه جنگ سالار، گروه مفسد که زمینای دولتی را غصب کردن، چور کردن، حتی سازمانهای ملی و بین المللی در مورد فساد و بچه بازی و کلپای بربریت و ویرانی و چور و چپاولشان همچنان کلپای وجود دارن، گزارش‌های وجود دارن. حاجت گزارش نیست، شما برین قصر دولمان ببینید این خائنین ملی چگونه خراب کردن، افغانستان زیبا را ویران کردن به خاطر خواستای منفی، جاسوسی به ایران کردن، جاسوسی به پاکستان کردن. قهرمان غازی امان الله خان است، رهبر ما حضرت محمد مصطفی است، از هر انسان به ویژه از مسلمان. ما کدام رهبر دیگه بچه سقا و دزد یا قماندان مسعود دزد جاهل یا ایدگا و دیگر گلبودین اینا رهبر ما نیست. ما افتخار میکنیم که پیرو دین مقدس اسلام هستیم، رهبر ما حضرت محمد مصطفی است و پیرو راه جاهلان و جهالت نیستیم. اگر ما بخوایم از دین اسلام چیز بیاموزیم بسیار خوب است. ما میریم به قرآن و حدیث مراجعه میکنیم، در پشت اطور یک فرد نمیریم که او اصلا سواد نداشته، اصلا مکتب نرفته بوده، اصلا اخلاق نداشته، اصلا تربیه نداشته، فقط با چند کلمه که نمیتونم حتی با زبان بیارم براتان آمده توسط قدرت انگلیس که اونا هنوز بی ادب و بی تربیه کلان شده بود. و شما میبینین این فعلا هم که یک تعداد مزه چاته توهین نکن، ما افتخار میکنیم که امروز هم مردم افغانستان هوشیار شدن. فیسبوک است، تصاویر است، فیلم است، میفهمند مورد شما. خوب است که خودتان امروز در اون محفل شرکت کردین و چهره اصلی و اساسی تان به مردم افغانستان شما خبیثان نشان دادین که چقدر بی وجدان بودین، چقدر پست بودین، چقدر چور کردین، چپاول کردین، باز آمدین در فاتحه یک دزد مثل خودتان اشتراک کردین. چون دزد میگه با ما بشینی ما شوی، با دزد بشینی با دیگ بشینی سیاه. دزدا همیشه در کنار یکی دیگه خود هستند، چپاولگرا همیشه در کنار یکی دیگه، صفشان یکی است و مردم افغانستان مردم واحد است. انشالله هیچ وقت این جمعیت از تاجک نمیتونه نمایندگی بکنه و هیچ وقت ملا عمر از پشتون نمیتونه نمایندگی بکنه. این مردم افغانستان میفهمه. ما قربانی تروریسم ملی و بین المللی هستیم، علیه از اون مبارزه میکنیم، مردم افغانستان مبارزه میکنه. شما دیدین که بعضی دوستان اینجا نوشته کرده عیسی خان لغمانی بود که در مبارزه 5-6 تروریست استاد شد در پارلمان افغانستان. از وکیلای هر منطقه و هر ولایت دفاع کرد، جان خود فدا کرد، مبارزه کرد، اونا را از بین برد، به خود دشمنی شخصی خرید. ولی بر صورت امروز میبینیم که
یک تعداد از جان بیخبر، کسایی که اصلا از تاریخ افغانستان خبر ندارن، از موضوعات سیاسی افغانستان خبر ندارن، از خود خبر ندارن. من کتاب رفتم در اینجا چندین کتابخانه را گشتم، بالاخره یک کتاب را پیدا کردم که در مورد افغانستان نوشته شده بود. یک سفر متاسف هستم به حال کسایی که اونا هنوزم پشت کسی استاد میشن که او کاملا سواد نداشته. یک آدمی که سواد نداشته باشه از دین خود چی میفهمه، از مذهب خود چی میفهمه. اکثریت کسایی که در این مراسم از یام اشتراک کردن بنام مسلمان هستن، میگن لا اله الا الله محمد رسول الله، اما از دین مقدس اسلام نمیفهمن، هیچ چیزی را نمیفهمن. نوری صاحب اگه شما توهین تحقیر بکنید ما به شما انشالله جواب دوباره توهین تحقیر نمیتیم. شما پیرو راه جاهلان هستین و با پیرو جاهلان ما نمیخوایم توهین بکنیم. متاسف هستیم بالاتان، امیدوار هستیم که یکم به هوش بیاین، بفهمین که مردم افغانستان خود کی که سرتان خنده میکنه، مردم جهان سرتان رشخند زده. 70 سال پیش کتاب نوشته شده، من امروز پیدایش کردم، گفت که حبیبالله کلکانی یک خر بوده، ما توسط خر نوم حکومت کردیم. یعنی پیروان کسایی که در کتاب نوشته کرده، کسایی که از حبیبالله کلکانی حمایت میکنه، اینا پیروان خر است. این حرف من نیست، این حرف می کتاب است که این لیساس که نوشته کردن و نوشته کردن که ما همیشه امروز شما ببینید طالبا، گروه تروریستی، اونا از دین مقدس اسلام آگاهی ندارن. اونا را چگونه استخدام میکنه پاکستان؟ علیه حاکمیت ملی مردم افغانستان مبارزه میکنن، علیه مردم افغانستان، هر منطقه مردم افغانستان از بین میبرن. پلیس مدینه منوره مواجه میشن به خاطر از اینکه اونا نمیفهمن، میرن ماچ میکنن مقبره پیامبر بزرگ اسلام، در حالی که خلاف دین اسلام است. میفهمین شما که خرافات از اینجا شروع میشه. کسی که مرده پرستی میکنه خرافات است. شما میتونین قرآن شریف بخونین، نماز بخونین، برای مرده دعا بکنین. ولی خب به هر صورت ما صحبتای خود قطع یک سوال نصف افغانستان را کی فروخت؟ هیچ جای افغانستان هیچ کس نفروخته. همچنان که امروز هم آرش جان تشکر از خودت همچنان چیزایی که نوشته میکنی. من فکر میکنم تربیه و اخلاق خانوادگی تمون در پروفایل پیکچرت هم که بریم از قهرمان کوچه و بازار و از جنگ سالارا، از دزدار حمایت میکنی و همچون حرفایی که در اینجا نوشته میکنی و اخلاق ایجاب نمیکنه دوباره به خودت هم چیز گپا بزنیم. تشکر میکنم بازم ازت، امیدوار هستم اخلاقت درست بکنی، رویه و برخوردت درست بکنی. ما نقل قول میکنیم، وظیفه خبرنگارا، نویسنده، ژورنالیستا همی است که نقل قول بکنن. ما فقط رفتیم به کتابخانه اینجا مراجعه کردیم، یک کتاب پیدا کردیم در مورد افغانستان که انگلیسا نوشته کرده بود که ما یک جاهل، یک بیسواد نوم بر مردم افغانستان خر ساخته بودیم. این انگلیسا نوشته کردن، این حرف من نیست، من خدا نخواسته به هیچ کس توهین نمیکنم. اگر بلا کلکانی هم بود بالاخره یک انسان بود، ما به انسانیتش احترام دارم، ولی که یک بیسواد بود، بیسواد ما نمیتونیم زعیم ملی مملکت بسازیم و او را بگوییم که نه یا خادم دین رسول الله است، کسی که هیچ از دین خود آگاهی نشد. نام کتاب نوشته کردیم، شما میتونی آقای خراسانی از کدام جای به نام خراسان نیست، و به هر صورت خودت میتونی از صفحه فیسبوک ما بگیری، اونجا نام کتاب نوشته کردیم. شما میتونید نام کتاب بگیرین و پیدا بکنین. به هر صورت تنش‌هایی که تازه به وجود آمده، مردم خوست، پکتیا، ما همیشه حقایق بیان کردیم. بله به انگلیسی نوشته کرده، شما میبینین رابین هود. همیشه مردم افغانستان باید بر حقایق، کسایی که میگه ما جهاد کردیم، همی سیاف، همی گلبودین، همی مسعود، همی کسایی که ادعا دارن، همین جمعیتی که امروز در سر قبر حبیبالله کلکانی کل از ادعای ازی داره که ما جهاد کردیم، کجا ریا فتح کردن؟ علیه کدام کشور اینا خستن مبارزه کردن؟ اینا برادر خود کشتن، اینا مردم افغانستان کشتن، تباه و برباد کردن، اینا خانه مردم چور کردن،
اینا 70,000 انسان تنها شهر کابل قتل کردن. اینا کسایی بودن که مکتب و مدرسه را چور کردن، میز و چوکیش چور کردن، برن در خانه خود در دره پنجشیر بردن. اینا به حد انسانای نجس هستند، به حد کسایی هستند که دور از اخلاق سیاسی. براتان بگویم که اینا اصلا از دایره انسانیت اسلامیت خارج هستند. افغانیت خوبان که مایر افغان هم گفتن نمیتونم. سلامت باشید سیدی صاحب بزرگوار. همیشه دست اسلام آگاهی داشته باشین. شما میتونین به کتاب مراجعه کنین، به قرآن مراجعه کنین، تفسیر و ترجمه است. برین پیش مولا و مولوی بخوان، نیاز نیست پشت یک لچک بگردین که سلا دستش از تمام روز ایره چورکو اوره چورکو ایره چورکو اوره چورکو. متاسف هستم به خودت هم آقای سالنگی، اگر در پروفایل پکچرت برم خودت هم از کسای حمایت میکنی که تمامشان بازم برادر ما نوشته کده نیمیار ارمان صاحب که قتل مردم بیگناه، کشتن طفل معصوم و ویرانی های کابل را جهاد میگن. لعنت به اینها، لعنت خدا را ما برشان میفرستیم. امروز خب بیازو نمیکنن به خاطر از اینکه یا برشان پول دادن، پیسه دادن، افغانستان فروختن. اینمی مجاهدین باعث شد که امروز 80-90 کشور به اینجا آمدن. بر صورت ما برتان توهین نمیکنیم. مبین جان عزیز اشرف زاده نوشته کردی کاش که اخلاق تام اشرف زاده می بود. تشکر، زنده باشی. از اینکه دو دشنام میتونیم، ما برای دشنام نمیکنیم چون ما مربوط به خانواده خوب میشیم و اخلاق ما ایجاب نمیکنه کسی را دو دشنام بتیم. فقط حقیقت باید میکنیم. انگلیسان نوشته کرده در کتاب خود که ما بیبلا کلکانی را خر ساختیم، یعنی خر نوم بر مردم افغانستان حکمران ساختیم. این حرف من نیست، این حرف کسای برادر عزیز، کسایی که از اسماعیل یون حمایت میکنه. اسماعیل یون 30 جلد کتاب نوشته کرده برادر گرامی، 30 جلد کتاب. یعنی خود در یک پلی ترازو بشینی و تمام جنگ سالارا و دزا و مجاهدین هم در دیگه پلی ترازو بشونی، یون برابر از اونا کتاب نوشته کرده. 30 جلد تنها کتاب نوشته کرده برای بیداری شعورت که درس بخوانی، تعلیم بکنی، دزدی نکنی، چور نکنی، چپاول نکنی مثل پدرانت. پدرای دزد بوده، پدرای لچک بوده، پدرای آق پدر مادر بوده. پدرانت کسایی بودن که جز جهالت، دزدی، چور، چپاول، آدم کشی دیگه درس و ادب نداشته. راه از اونا را پیش نگیرین، برین درس بخونین، تعلیم بکنین. نصرت الله صاحب از شما هم تشکر به وفا موزی صاحب. از تمام دوستا خواهش میکنم که این ویدیو را شیر بکنین بالای فیسبوکتان تا مردم افغانستان حقایق بفهمه که حقیقت چیست و کسایی که در راه جهالت روان هستند چیست. با گذشت هر روز مردم افغانستان میدانه که حقیقت چی است و کسایی که در برابر حقیقت استاد هستند و فکر میکنن که با دفن کردن این و آن موقت از مردم افغانستان، با آمدن چندان از سلا ظاهر کاظمی صاحب سلام و احترام مرا تقدیم کنم. امیدوار هستم صدای مرا بشنوین. سلام و احترامم خدمتتان. میشه اگه ویدیو را میتونین شیر بکنین تا دیگه هم وطنان ما ببینه. ما میبینیم که تشکر رئیس خالقی هر داودشنامه که شما نوشته میکنین من فقط تشکری میکنم، من نمیتونم. خدا تشکر سعید شاه صاحب، تشکر از شما هم. نیمیان تشکر، زنده باشی. مردم افغانستان همیشه مردم حقیقت بین هستند. ذبیحالله جان ما هیچ جای کم پرستی نکردیم. ما میگیم که گلبدین، ملا عمر، مسعود، سیاف، اسماعیل خان یا تمامش خائنین ملی هستند. اینا کسایی هستند که امروز شهرکا ساختن، کسایی هستند که از خون ملت تغذیه شدن، کسایی که هستند که امروز هم وقتی که پاکستان بالای افغانستان حمله میکنه میبینیم که اینا خاموش هستند. کسایی بودن که همیشه به پاکستان غلام بودن.
شما هنوز امروز شما میبینین طالب کی سپورت میکنه؟ طالب کی سپورت میکنه؟ پاکستان. ما ازش نفرت داریم، ما میگیم نفرت به طالب، نفرت به کسایی که از اونها حمایت میکنه. برادر عزیز، ما مردانوار مبارزه خود ادامه میتیم. همه قدر جرأت و غیرت داریم که اول از قوم خود جاهلایش معرفی میکنیم. این گلبدین ملا عمر به مردم افغانستان خیانت کرده. باز میگیم که مسعود حکمت، تمام از اینا ربانی یک بودن. اینا کسایی بودن که واقعا بر مردم افغانستان خیانت کردن. و کسایی که یک بار دیگه میخوایم خلاص کنم ویدیو را، خداحافظی کنم امرایتان، کسایی که امروز رفتن بر مقبره یک جاهل گل گذاشتن و از این جاهل، از این بیسواد که کتابای متعددی در مورد از این نوشته شده رفتن حمایت کرد، قومی و سمتی و مذهبی خود بند ماندن. تا برنامه بعد که باز هم انشالله خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. و آصفی صاحب نادر برابر انگلیس استاد شد، بسته یک مناطق بزرگ افغانستان را نجات داد. در مورد تاریخ افغانستان بخوان، بعد از او صحبت کو. آصفی، فرید آصفی، نادر مردانه مبارزه کرده، به خاطر افغانستان مبارزه کرده، هیچ وقت غلام نبود، هیچ وقت بیسواد عطا نبود. دیگه شخبان تا برنامه بعد خداحافظ. انشالله باز هم خدمتتان قرار میگیریم. خدا یار و یاورتان باد. رهبر ما و شما یک صدا، راه اخلاق، راه تربیه، راه تعلیم، راه تقوا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. رهبر تمام بشریت، رهبر تمام انسان‌ها. و ما قهرمان افغانستان، قهرمان افغانستان غازی امان الله خان است، دیگه هیچ کسی نیست. و من الله توفیق. و جوانا همچنان نصیحت ما است که برین احادیث شریفه بخوانین، قرآن شریفه بخوانین، یک مسلمان خوب شوین و بفهمین که اسلام چی است و این جاهلا کی بودن که بر مردم افغانستان حکومت کردن. تشکر از توجهتان. مقاله ما سر فیسبوک نوشته است و از یک کتاب انگلیسی گرفته بودم که انگلیسان نوشته که در مورد ابی الله کلکانی که یک جاهل بود، یک بیسواد بود. تمام جزئیات نوشته است، میتونه او را بخوانید. و من الله توفیق. تشکر. زنده باد وحدت ملی افغانستان، زنده باد جوانان با تعلیم، با تقوای افغانستان، پاینده باد